وزارت کارهای خارجی تاجیکستان خبر داد که طبق قرار ستاد جمهوریوی اوید به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیکی برای پیشگیری انتقال و پیدایش شرایط نو کرونا ویروس و با در نظر داشته معتدل شدن وضع اپیدمیولوژی در تاجیکستان از 15 مارس سال 2022 محدودیت‌هایی که قبلا هنگام ورود و بود و باش به تاجیکستان عمل می‌کردند از بین برده شدند. از جمله فعالیت گذرگاه‌های سرحدی دولتی تاجیکستان با ازبکستان بر جای مقرری می‌گذرد. ناظرات بیماری سرایتی کرونا ویروس تنها با پیشنهاد گواهنامه اوید به واکسیناسیون پرراه به ضد بیماری کووید 19 بدون گذشتن از آزمایش ویروسولوژی نسبت به شرایط کرونا ویروس در حدود تاجیکستان باقی مانده شد. گواهنامه اوید به واکسیناسیون به ضد کووید 19 که از جانب مقامات و مؤسسه‌های تندرستی جانب ازبکستان و دیگر دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل به شهروندان پس از گذشتن واکسیناسیون پیشنهاد کرده می‌شود رسما شناخته می‌شود. این چنین می‌افزاید وزارت خارجه هنگام به حدود تاجیکستان وارد شدن شهروندان تاجیکستان و شهروندان خارجی در صورت پیشنهاد معلوماتنامه با نتیجه منفی آزمایش ویروسولوژی کشورهای خارج شده نسبت به کووید 19 که به مهلت تا 72 ساعت اعتبار دارد از گذشتن آزمایش تکراری در نقطه‌های گذرگاه سرحدی دولتی تاجیکستان آزاد کرده می‌شوند. با قرار ستاد جمهوریوی ریچه حتمی استفاده نقاب‌های محافظتی در جای‌های جمعیتی نیز از 15 مارس بیکار کرده شد. برداشتن محدودیت‌های مربوط به پاندمی در حالی است که از میانه ماه فوریه به این طرف وزارت تندرستی تاجیکستان یگان مورد نو گرفتارشوی شهروندان به کرونا ویروس را تصدیق نکردند. از آغاز پاندمی این وزارت 17388 حالت گرفتارشوی شهروندان به کرونا ویروس را تصدیق کرده میگوید 13264 نفر آنها شفا یافته ولی 124 نفر متاسفانه قربانی این بیماری شدند. منتقدان میگویند شماره واقعی گرفتار شدگان و قربانیان کرونا ویروس در تاجیکستان خیلی بیشتر از این آمار وزارت تندرستی است، ولی هم ساکنان و هم طبیبان اعتراف میکنند که وقتهای آخر پاندمی در تاجیکستان خیلی کاهش یافته. خیلی وقت باز درباره مرگ ساکنان از کرونا ویروس خبر به گوش نمیرسد.